در دایره سفر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به پکین و ملاقاتش با رهبر چین سی جین پین روز 12 می بسته سندهای همکاری آینده به امضا رسید. مقامات از امضای 31 سند خبر دادند. با گزارش دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان سند اساسی عهدنامه آید به همجواری نیک و ابدی دوستی و همکاری می باشد و پیامش این است که چین و تاجیکستان هرگز با هم دشمنی نخواهند کرد. چین سرمایه گذار و قرض دهنده مهم اقتصادی تاجیکستان می باشد. در صحبت با تحلیلگر رادیوی آزادی رید استندیش پرسیدیم که شعارها از دوستی ابدی چی معنا دارد؟ این گونه شعارها از طرف پکین معمولی است و به خصوص زمانی که آنها با کشورها سندی همکاری های همه‌جانبه امضا می‌کنند. چین میگوید که ما دوستان بهترین هستیم، مثلا با پاکستان و صربستان همچنین بود. معمولا این شعارها یک علامتی عمیق رفتی همکاری های دو جانبه است. چین و تاجیکستان طرفدار همکاری های